با عقیده پلیس برلین، راننده‌ای که مسئولیت چند صدمه روز سه‌شنبه در پایتخت آلمان را بر دوش دارد، این حمله ها را با هدف‌های اکستریمیستی به عمل برآورده است. مردی مسلمان عراقی تبار ماشینش را به طرف یک چند موتورسیکل روانه کرده 6 کس را مجروح کرد. حال 3 نفر آنها وزنین ارزیابی می شود. این راننده 30 ساله بعد برخورد با موتورسیکل رانها ماشینش را در کنار راه متوقف نمود. سپس روی آن قطی‌های را گذاشته گفته است که اگر به او نزدیک شوند بمب را میترکاند. معلوم شد که در قطی اسباب و اسکنه این شخص جای داده شده است. نماینده اداره دادستانی برلین مارتین استلر میگوید در برابر افکار رادیکالی اسلامی بازداشت شده مشکلی روحی دارد. ما این حالت را پیگیری میکنیم. بر پایه آن معلوم می شود که او به زندان می رود و یا شفاخانه بیماری های روحی. تا حال مفتشان شهادت عضویت بازداشت شده در یگان گروه افراطی را پیدا نکردند.